کسی که عاشق قدم زدن تو بارون باشه پی گلی شدن کفشش رو باید به تنش بماله. سالهاست داری درد میکشی چون میدونی چی میتونستی داشته باشی و نداری. چون میدونی دیگه میدونی که وقتی سرت رو بالا گرفتی که به خودت افتخار کنی زدن تو سرت و گفتن هیچی نیستی. دیگه وقتشه. شاید تنها شانسیه که مونده برامون تا خودمون و ایرانمون رو نجات بدیم. ما تا اینجا جلو نیومدیم که دیگه کم بیاریم و عقب بکشیم، که بگیم همینقدر بودیم. نه، ما پیروز این میدانیم، ما برنده ایم، ما با هم پیروز این میدانیم. این آخرین شانسمونه، ازش استفاده کنیم. تا زنده هستیم باید ازش استفاده کنیم. میفهمی؟ بچه من و تو شاید این شانس دیگه نداشته باشه. نمیخواد این ور و اون ور تو کتابا دنبال قهرمانت بگردی. نه، قهرمان خود تویی. قهرمان کتاب تو خودتی. دستم رو بگیر، پاشو و فریاد بزن و بگو من ایرانم رو پس میگیرم.